سخن باز می شود، این گونه بی مبالغه آغاز می شود. حرفی که گفتنیست نباید نهان کنی، باید که گفته های دلت را عیان کنی. جانا بپرس آنچه که خواهی برای خود، پنهان مکن ز خاطر ما ماجرای خود. سلام و درود خدمت یکایک شما دوستان عزیز و محترم برنامه علامت سوال. خیلی 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 خوشحال هستیم که در سه‌شنبه شب دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم، مستقیما پخش زنده از استودیوی لندن، استودیوی علامت سوال، و با برنامه به هر حال زنده علامت سوال که در 90 دقیقه آینده در خدمت شما عزیزان هستیم و خوشحال میشیم که شما هم با ما باشید و ما را همراهی کنید با سوالاتتون، با نظراتتون، با پیشنهاداتتون و حتی شهادت هاتون و همچنین درخواست های دعاتون. عزیزان، همونطور که میدونید برنامه رو میتونید به صورت پخش زنده تماشا کنید بر روی کانال 107 پارس که از طریق ماهواره یاست پخش میشه. اما اگر از این طریق دسترسی ندارید میتونید برنامه رو بر روی یوتیوب 107 پارس، اگر عضو کانال تلگرام علامت سوال هستید، از این طریق لینکی قرار داده میشه و میتونید مستقیما به یوتیوب برید و برنامه رو تماشا کنید. اما فراموش نکنید برنامه داره بر روی اینستاگرام علامت سوال هم به صورت پخش زنده پخش میشه. اگر صفحه اینستاگرام علامت سوال رو تا به امروز فالو نکردید حتما این کار رو بکنید، چون میتونید از این طریق برنامه رو به صورت پخش زنده تماشا کنید و همچنین در آینده برنامه ها رو به صورت در واقع ضبط شده هم بر روی اینستاگرام میتونید ببینید. اما از طریق فیسبوک علامت سوال هم میتونید برنامه رو تماشا کنید که راه بسیار آسون و راحتی هست برای اینکه شما عزیزان بتونید از این طریق هم دسترسی داشته باشید به برنامه. از طریق راه‌های متفاوت میتونید با ما در تماس باشید. از طریق تلفن میتونید زنگ بزنید، به استودیو وصل بشید. خوشحال میشیم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و اگر سوالی دارید از این طریق از ما بپرسید. اما شماره تلفن استودیو این هست 2044 207 806 98 32. اما اگر ترجیح میدید که پیغام هاتون رو به صورت نوشتاری صوتی بفرستید، میتونید از طریق اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و همچنین تلگرام برای ما پیغام هاتون رو بفرستید از طریق شماره تلفن 2035 7999 37 772. عزیزان، از طریق فیسبوک، اینستاگرام و همچنین یوتیوب هم میتونید سوالاتتون رو برای ما بفرستید. فراموش نکنید در آخر برنامه برای عزیزانی که درخواست‌های دعاشون رو در طول برنامه میفرستن هم در دعا خواهیم بود. پس از همین الان وقت دارید که درخواست‌های دعاتون رو بفرستید. در آخر برنامه برای شما عزیزان در دعا خواهیم بود. خیلی وقتتون رو نمیگیرم. تا چند لحظه آینده با مهمان عزیزمون در برنامه با شما عزیزان خواهیم بود. با بله، یک بار دیگه راه‌های ارتباطی با برنامه رو دیدیم که در طول هفته میتونین از طریق این راه‌ها همچنان با ما در تماس باشین، همونطور که خیلی از دوستان این کار رو میکنن. پس پیشنهاد میکنم اگر تا به امروز
از طریق راه‌های ارتباطی با ما در تماس نبودین حتما این کار بکنید. مطمئنا بی جواب نخواهد موند تماساتون و حتما هم سوالاتتون جمع آوری میشه، هم نظراتتون و پیشنهاداتتون. خب مهمون عزیزی داریم امشب هم در برنامه. خواهر لویز عزیز هستن از طریق اسکایپ که خیلی من خوشحال هستم میبینمتون. خواهر لویز جان خیلی خوش اومدید به برنامه. مرسی سالی جان، خیلی خوشحالم بالاخره بعد از یه تعطیلات دراز مدت برنامه ها دوباره شروع شده و با شما عزیزان هستم. همینطور با عزیزان بیننده، حقیقتا شب عزیزان بیننده به خیر. دعاگوی سلامتی تک تک شما عزیزان هستم. دعا میکنم که تو این سال پرتلاطم که شروع کردیم تا حالا هر جوری کشیدیم بعد این رو درست تموم بکنیم و من همیشه میگم مهم نیست چطوری شروع میکنیم ولی خیلی مهمه که درست تموم بکنیم. دعا میکنم حقیقتا سال 2020 به نیکویی تموم بشه. خداوند همه ما رو در زیر سایه بالهای خودش محفوظ و امن نگه داره حقیقتا. آمین آمین. ما هم میپذیریم، آمین میگیم و حتما که همینطور خواهد شد و امیدوار هستیم که هرچند شاید به ذهن ما نیاد ولی خدای ما خدای معجزه‌گر هست و اتفاقات خیلی خوب به زودی در راه باشه و واقعا تمام این مشکلاتی که مخصوصا جدیداً اتفاق افتاده، مسائل بیماری هایی که پیش اومده متاسفانه و بیماری که در واقع کرونا که توی کل دنیا اتفاق افتاده و همه رو درگیر کرده، هر چه زودتر واقعا در نام عیسی مسیح که از بین بره و این استرس و نگرانی بیش از حد هم از همه مردم برداشته بشه. واقعا مثلا فصل که فصل یه مقدار سختری هست، همیشه بیماری و سرماخوردگی باهاش بوده، در کنارش حالا این استرس هم که هست وضعیت رو بدتر کرده. درست. خب خالد جان موضوع داریم، چه موضوع جالب و عالی که من خیلی دوست دارم این موضوع رو که انتخاب کردین و مطمئن هستم حرف زیاد دارید براش در رابطه باهاش صحبت کردن. موضوع امشب ما که خواهر لویز انتخاب کردن در رابطه با تفاوت داوری و ابراز عقیده است. داوری یا همون قضاوت کردن. میخوام بسپارم به خودتون که اول هر دوی اینها رو برای ما بگید که یعنی چی و بعد برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم و به نکات مختلفی که مطمئناً حالا خودتون در نظر دارید اشاره کنیم و صحبت کنیم. بله. خب این وقتی که داوری و ابراز عقیده رو با یه نظر نگاه کنیم به نظر خیلی نزدیک میان یا شاید گاهی وقتا احساس بکنیم که دوتاشون یکی هستن، ولی بخوایم اینا رو باز بکنیم میبینیم که از نظر لغوی با هم فرق دارن اینها. خب داوری مفهوم دادگاهی هستش و همینطور یک الگوی رفتاری، یعنی علاوه بر این که در دادگاه برای تشخیص، برای تصمیم گیری و رأی به اصطلاح صدور رأی استفاده میشه ازش، در صحبت هامون در چیزای روزمره ما میبینیم که یه حالت منفی درش هست به عنوان قضاوت کردن همدیگه، داوری کردن همدیگه. پس داوری در درون خودش هم الگوی رفتاریه هم یک مفهوم دادگاهی هستش. اما ابراز عقیده در واقع نظر خود شخصه، آنچه که خود شخص به اصطلاح یه سیستم باوری داره، یه چیزی رو در مورد کسی یا چیزی یا مطلبی یک سیستم باوری اینجا داره که اون میشه عقیده. عقیده نظر خود شخصه، اما داوری در واقع یکیش قوه تشخیصه، دومیش انگشت انتقاد روی عقیده دیگری. اگه میخوایم اینطور تعریف بکنیم این رو، همطور که گفتم یه عقیده افکار شخصیه که بر اساس تجربه کسب میشه. داوری بالاتر و فراتر از عقیده است. تو داوری ممکنه شخصیتش،
ارزش‌های اخلاقی و معنویش به اصطلاح زیر سوال بره، بررسی بشه یا حتی مورد حمله قرار بگیره. در داوری در واقع اگه بخوایم داوری رو مثل ابراز عقیده تعریف بکنیم، گفتیم ابراز عقیده بر اساس تجربه کسب میشه، یه سیستم باوری هستش، افکار شخصیه. اما داوری در واقع نتیجه گیری بر اساس و مبنای شواهد و تجارب، یعنی یه چیز بالاتر از ابراز عقیده است. اونجا شواهد احتیاج داریم، مدرک احتیاجه، شاهد احتیاجه. اغلب تو دادگاه ها برای اثبات یک مطلبی شواهد و مدارک و اسناد جمع آوری میشه. چرا؟ برای اینکه میخوان یک نتیجه گیری درست و بدون خطا داشته باشن. حالا یه مثال بزنم براتون نزدیکی این دوتا مطلب رو. مثلا حالا یه شاهدی تو دادگاه داره شهادت میده، میگه که من دیدم این آقا یا این خانوم یه سنگی به شیشه فلانی پرت کرد و اونو شکون، ولی فکر نمی کنم عمدی این کارو کرده باشه، به نظر تصادفی میاد. همین این جمله در درون خودش هم داوریه توش، برای اینکه شهادت داره میده، در عین حال داره ابراز عقیده میکنه، نظر خودش رو، یعنی داره اونو تفسیر میکنه چیز رو. هر دوی این مفاهیم، چه داوری و چه ابراز عقیده، افکار و نظر شخصی هستش که انسان از خودش نشون میده، اون افکار و نظر شخصی خودش رو نشون میده. یه ابراز عقیده میتونه سبک باشه، میتونه سنگین باشه. همین که ما وقتی برمیگردیم مثلا داریم با هم حرف میزنیم، میگیم به عقیده من این یه جورایی اگر در یک مطلب داوری باشه و احساس کنیم سنگینه، به یه شکل ناخودآگاه ما میخوایم از سنگینی بار داوری به قول معروف کم بکنیم. حقیقت ما بخوایم حقیقت رو معرفی بکنیم یا تعریف بکنیم، میگیم حقیقت نشان دهنده واقعیتیه که وجود داره. خب حالا یه عقیده در واقع یه داوری بر مبنای واقعیت، یه تلاشیه برای به نتیجه رسیدن معقول یا موجه از اطلاعات واقعی. ببینید در این که میگم نزدیک هستن، با هم متفاوتن. گاهی وقتا در صحبت‌های روزمره انقدر این دوتا قاطی همدیگه میشن که شاید سخت بتونیم ما اینها رو از همدیگه جدا بکنیم. بنا به بررسی شواهد ممکنه یه عقیده تغییر بکنه. خب یه عقیده به تنهایی خودش قوه الزام نداره، اما داوری قوه و قابلیت قضاوت بین دوتا چیز، دوتا کس، دوتا مفهوم رو داره. در واقع نتیجه یه داوری یه عقیده و یه تصمیم رو به اصطلاح تولید میکنه. ما خنثی نمیمونیم در این مورد وقتی که ابراز عقیده میشه یا میخوایم داوری بکنیم. داوری بیشتر به قوه تشخیص مربوط میشه. این توضیح خواهم داد. ما تو صحبت‌های روزانه خیلی این دوتا مفهوم رو برای ارزیابی و برای فهموندن یه مطلبی که میخوایم بفهمونیم به طرف مقابل، ما این دوتا رو خیلی به کار میبریم. هر دوی اینها یه جنبه‌ای از ابعاد رفتار انسانیه، یه قابلیتیه که خدا در واقع در ما گذاشته. چون ببینید کسایی که قاضی هستن چقدر وقتی که قانون برقرار میشه احساس راحتی بهشون دست میده، چون که به اینا به اطاعت قانون اهمیت میدن. البته خواهر لویز اگر قاضی منصف و عادلی باشه. منصفی باشه. بله، میخواستم همین رو الان بگم که شما پیش دستی کردید. اغلب
زندگیشون رو نظم قانونه. چرا میگیم اغلب؟ برای اینکه طبق چیزی که شما هم اشاره کردید هستن قضاتی که مسیر عدالت رو منحرف میکنن و شخصی با قضیه برخورد میکنن. در واقع این تیپ قضات به جای داوری ابراز عقیده میکنن. میدونید؟ خود ابراز عقیده هم همونطور که گفتم مثل قضاوت یه جنبه دیگه ای از ابعاد رفتار انسانیه که گاهی وقتا ممکنه نقطه مقابل داوری قرار بگیره. این اون چیزی است که شما اشاره کردید. وقتی که ابراز عقیده در داوری حالت نظر شخصی میگیره و بر اساس شواهد و مدارک نیست، بر اساس تجربه خود شخصه یا نظر شخصی، اینها داوری و ابراز عقیده میان درست نقطه مقابل هم دیگه قرار میگیرن. و خب ما میدونیم خیلی افراد هستن خیلی راحت حرف میزنن، ابراز عقیده میکنن، اصلا از هر کس و هر چیزی همطور میگن. اما تو متی باب 7 آیه 1 میگه که حکم نکنید تا بر شما حکم نشود. درسته. این منظور چیه؟ منظور این نیست که قضاوت تو دادگاه نکنید. میدونید؟ برای اینکه لازمه قوه قضاییه، قوه دادگستری هر کشوری موظف عدالت رو برای شهروندا اجرا بکنه و اگر خاطی هست، مجرمی هست، باید طبق قانون عدالت میگه که باید مجازات بشه. و این چیزی که ما در متی باب 7 آیه 1 میبینیم بیشتر اینو میبینم من، چون ادامه این آیات تا آیات 6 داره چی میگه؟ میگه که به هر طریقی که شما حکم بکنید به همون روش هم برای شما حکم میشه. و اینطور میگه شما یه خار کوچیک رو تو چشم برادرت میبینی ولی چوبی رو که تو چشم خودت داری نمیبینی. یا اینکه چطوره که به برادرت تو میگی که اجازه بده اون تیکه کوچیک رو، چوب کوچیک رو، خس رو به اصطلاح از چشم در بیارم در حالی که چوب تو چشم خودته. درست. ما این جمله عیسی، این کلمه که در آیه 6 میگه ای ریاکار، اول چوب رو از چشم خود بیرون کن، آنگاه نیک خواهی دید تا خس رو از چشم برادرت بیرون کنی. درست. میبینیم که اینجا به قوه قضاییه اشاره نمیکنه. اینجا به رفتار من و شما، چیزای روزمره، روابط روزمره سر کار، تو خونه، در جامعه داره به این اشاره میکنه که با چه لنزی داریم ما طرف مقابل رو نگاه میکنیم. این لنز ما پاکه یا اینکه حقیقتا یه چیزی خودمون تو چشم داریم یا در وجود ما هست که مانع است از تشخیص درست. درست، همینطوره. خانم لویز جان، این بحثمون رو ادامه میدیم و مطمئنم جای صحبت زیاد داره، ولی اگه اجازه بدین یک استراحت کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم و با شما عزیزان خواهیم بود. خوش آمد دوباره خدمت شما دوستان عزیز با برنامه علامت سوال. در خدمت شما هستیم. اگر تازه به جمع ما پیوستید، داریم در رابطه با تفاوت داوری و ابراز عقیده صحبت می‌کنیم و صحبت‌هایی که خانم لویز عزیز در رابطه با در واقع تعریف کردن داوری و یا همون قضاوت کردن و ابراز عقیده رو. خانم لویز، همونطور که توی صحبت هاتون گفتیم واقعا یک مرز بسیار بسیار نازک هست ما بین این دو حالا رفتار یا همون شاید بگیم رفتاری که اتفاق میفته
و متاسفانه همونطور که خودتون الان اشاره کردین در زندگی روزمره شاید از صبح که بلند میشیم یا ما در حال قضاوت کردن همدیگه هستیم یا دیگران در حال قضاوت کردن ما هستن و خیلی راحت بعضی وقتها این رو به معنای ابراز عقیده میگذاریم و ممکن هست که به شخصه مثلا بیام تعریف در رابطه با یک نفر خیلی قشنگ صحبت هامو بکنم، در اون قضاوت که میکنم حکمم صادر میکنم ولی باز هم میگم نه من نظرمو گفتم، در صورتی که نمیدونم که دارم واقعا چجوری اون شخص رو و رفتارهای اون شخص رو زیر سوال میبرم، قضاوت میکنم و حکمم صادر میکنم و چقدر میتونه پیامدهای بدی رو به همراه داشته باشه که متاسفانه این فرقی نمیکنه ما بین حالا ایرانی، خارجی، غیر ایرانی میتونه اتفاق بیفته و متاسفانه حتی ما بین ایمانداران بسیار بسیار زیاد این اتفاق میفته و من فکر میکنم که حتی به عنوان یه ایماندار خیلی ما توی شرایط حساستری هستیم، چون بعضی وقتها من به عنوان یه ایماندار این اجازه رو به خودم میدم که بقیه رو قضاوت کنم به خاطر اینکه ناخودآگاه ممکنه فکر کنم که چون من حالا نجات پیدا کردم من یکم من وضعیتم بهتره و خیلی خیلی خطر فکر میکنم زیادی برای ما مخصوصا هست ولی متاسفانه بعض وقتا یادمون میره این قضیه. برای همین من فکر میکنم واقعا این موضوع فوق العاده حساسه و اینکه واقعا بتونیم تشخیص بدیم که من الان که دارم این صحبت رو میکنم آیا واقعا به قول شما اون چیزی توی چشم من هست دارم اینقدر تیر و تار میبینم یا اینکه نه واقعا مثلا حالا من دارم ابراز عقیده میکنم و نظرم رو دارم میگم. این تفاوت رو من چطور میتونم برای خودم واقعا تشخیصش بدم؟ بله، همونطور که گفتم دو تا مفهوم خیلی نزدیک هستن. گاهی وقتا حد و مرز اینها اینقدر قاطیه که راحت نمیشه جدا کرد اینا رو. دقیقا. ما متی 7 رو خوندیم، آیات 1 تا 6 رو گفتم براتون. در متی 23 هم بازم عیسی اشاره میکنه به فریسیان و کاهنان که اونها همین کار میکنن. شما مطلب کلیسا رو اشاره کردید. گاهی وقتا بنا به موقعیتی که در کلیسا داریم، حالا در مقام رهبری باشه، مقام هر چیزی، خادم، به خصوص تو مشرق زمین شاید این بیشتر باشه، البته هی میگیم مشرق زمین، تو چیزای غربی هم این دیده میشه. گاهی وقتا این یعنی آیاتی هست در کتاب مقدس که یه جورایی احساس میکنیم این حق رو به ما میده که ما مردم رو زیر ذره بین بذاریم. درست. اینطور احساس میکنیم که من داوری نمی کنم، دارم عقیده‌مو میگم، در حالی که وقتی که عقیده رو ما میشنویم میبینیم که داوری هستش. و این ابراز عقیده های مختلف به خصوص در جوامع روحانی که میگه که آیا مگه من پاسبون برادرم هستم؟ جورایی بعد میگی بله شما باید مراقب برادرت باشی و همین این مسئله به من این اجازه رو میده زیاده از حد در زندگی شخص دیگه به خودم اجازه بدم که دخالت بکنم و نظر شخصی بدم. یا این که برمیگردن میگن که اگه کسی خطایی کرد یا چیزی کرد اول خصوصی برو بگو، بعد 2 نفر بچه. حالا این که حقیقتا شخص خطا کرده یا نکرده بماند، به خودمون این اجازه رو میدیم اول میریم خصوصی سراغش و لیست کامل طرف رو بمباران میکنیم با یه سری اتهامات و چیزها، در حالی که بسیاری از این مسائل سوء تفاهم بوده. دقیقاً خانم لویز، اتفاقا موضوعی که چیز نداشته، حقیقی نداشته. درسته، موضوعی که اشاره کردیم که از آیات استفاده های شخصی که میشه، همونطور که گفتید اتفاقا خیلی خیلی موضوع مهمی رو بهش اشاره کردین، به خاطر اینکه خیلی وقتها همونطور که شما گفتید اون آیه رو من برمیدارم و میگم که بر اساس این آیه من این اصلا وظیفه منه، به خودم مثلا این رو میدم که وظیفه منه من برم اینو بگم. یا مثلا من شخصی رو بود که اومد یه سری صحبت ها پشت سر یه نفر به من زد و من گفتم خب
چرا اینا صحبت ها رو میکنین نباید گفته بشه اینا؟ گفت نه، کلام خدا هم میگه که همون اندازه که مثل کبوتر ساده هستی، مثل نمیدونم دقیقاً ما هم هوشیار باش. یعنی دقیقاً اومد کلام خدا رو برگردون در ارتباط و راستای قضاوت هایی که داشت میکرد و بدگویی هایی که داشت برای من میکرد پشت سر یه نفر دیگه. خب این خیلی دردناکه به نظر من و واقعا میتونه خطرناک باشه برای مثلا جامعه کلیسایی. 100% با شما موافقم. ببینید ابراز عقیده این راهو باز میذاره که ممکنه این عقیده غلط باشه. گفتم سوء تفاهم. خب ولی داوری مشخصتر، منظمتره، چون بر اساس شواهد صورت میگیره. ما داوری رو با ابراز عقیده اشتباه میگیریم و میایم به اصطلاح نظر شخصی رو میدیم، همونطور که گفتم هیچ گونه ریشه حقیقت نداره، و وقت این رو به اسم داوری میایم به طرف میدیم. و در خیلی از موارد در طول این سالهای زندگی ایمانی من بسیاری چه افراد عادی کلیسا و چه در رده به اصطلاح رهبری این رو دیدم که این خط بین این دو رعایت نشده. تمام زندگی طرف و تمام جیک و بیک زندگی طرف رو برمی‌دارن رو میکنن، در آخر میگن که ما اینو میگیم که با هم دیگه دعا بکنیم برای این مسئله. این خیلی دلمو به درد میاره حقیقتشو بخواد. ببینید قوه تشخیص، شاید سوال بکنید که تا چه حد به ابراز عقیده نزدیکه یا به داوری نزدیکه. این مهمه ما بدونیم مرز این دوتا کجاست. درست. ببینید ما به عنوان والدین، حالا پدر مادر، شما بچه‌تون کوچیکه ولی در همین کوچیک بودن بچه‌تون شما خیلی مراقبید که بچه‌تون با کی معاشرت میکنه یا خودتون با کی معاشرت میکنید. اینو بر اساس تشخیص خودمون ما میایم آنچه که در دور و بر ما اتفاق میفته اینا رو درجه بندی میکنیم. بعضی‌ها رو به عنوان گروه خوب، بعضی‌ها رو به عنوان گروه ملایم، یه سری رو خیلی مراقبیم. میایم دستچین میکنیم. درست. اینو بهش میگن تشخیص دادن. خب به این میگن حکمت. تشخیص دادن در واقع ترتیب اموره و حکمت بالاتر از معلوماته. ما از معلومات و از به اصطلاح تشخیص و از چیز برداشت‌های خودمون در واقع یک سری مفاهیمی رو در فکر ما، در روش زندگی ما دسته‌بندی می‌کنیم که اسمشو میذاریم حکمت. برای اینه که میگم داوری یعنی تشخیص و این رو خدا تو همه گذاشته. ما قوه تشخیص هممون داریم. این چی میگن غیر قابل اجتنابه، هست، همه داریم این رو. و عقیده در خیلی موارد دیدم که عقیده، مثلا عقیده من نوعی با اطلاعات جدید تغییر کرده و عقیده این قابلیت رو داره با اطلاعات جدید تغییر بکنه، چون که بر اساس تجربه روی یه سیستم باور شخصی بنا شده و در حالی که داوری اینطوری نیست. داوری کردن همونطور که گفتم یه قسمتی از زندگی همه مردم تا حد اینو نشون میدن. گاهی وقتا میتونه مفید باشه، باعث بشه که یه شخصی بیدار بشه، چند نادانسته داره کاری رو میکنه و یکی میبینه خالصانه میره مثل یه برادر خواهر با محبت. در افسوسیان باب 4 آیه 15 میگه حقیقت رو با محبت بگو، تموم شد و رفت. ما اگر انگیزه محبت باشه، انگیزه اصلاح طرف مقابل باشه، خیلی راحت ما میتونیم این چیزی رو که داریم قضاوت میکنیم این رو در لفافه محبت بدیم که مفید باشه برای کسی که میشنوه و اصلاح میشه. خب ما خیلی وقتا شاهد یه عمل یا یه فکر هستیم یا شاهدیم، به عنوان شاهد هستیم، یه چیزی رو میشنویم، یه چیزی رو میبینیم، خود به خود بدون اینکه متوجه باشیم همون لحظه با دیدن یا با شنیدن ما داوری میکنیم. این داوری میتونه تو فکرمون صورت بگیره، ممکنه اینو به زبان بیاریم یا ممکنه تو دلمون این رو مخفی بکنیم.
خب حالا بگذریم افرادی هستن که داورای حرفه‌ای یعنی و خیلی رک و راست و بدون حکمت همینطور مستقیم مثل بولدوزر میرن جلو ویران میکنن، ولی ما به شکل کلی داریم صحبت میکنیم که کار به خدای نکرده به دعوا و فحش و فحشکاری و نمیدونم گلاویز شدن نشه. برای اینکه اگر داوری اون چرا که ما دیدیم، شاهد هستیم، شنیدیم، با حکمت این رو انجام ندیم، در واقع شاید ممکنه جوری بیایم رک و پوسکنده مسئله رو بیایم بگیم و اون انتظار یا اون نتیجه‌ای رو که ازش انتظار داریم اون به دست نیاد و کار خطرناکتر هم بشه و به قول معروف کار بیخ پیدا کنه. خب حالا در خیلی از افراد باید بگم این یک واقعیت قضیه داوری قضاوت یه پوششه. این ابراز عقیده یه پوششه که خودش ریشه تو مسائل دیگه داره. چند روز پیش داشتم یک مطلبی رو میخوندم در مورد علتها و ریشه های درونی قضاوت و همین ابراز عقیده و یا غیبت کردن. حتی 7 نکته بود که اگر اجازه بدید من این 7 نکته رو سریع بگم. یکیش اینه که برای احساس برتری بر دیگران، من اینو سریع میگم چون نمیخوام وقت رو روی این، ولی مهمه این. دومیش این که عدم امنیت درونی، اغلب این افراد در درون ناامنن. درسته. برای همینه که به اصطلاح بار سنگینی رو منتقل میکنن به بیرون به عنوان داوری. یا اینکه خدشه‌دار شدن اعتبار و وجه شخصیشونه، بهشون برخورده و به یه جوری میخوان مقابله به مثل بکنن، انتقام بگیرن. یا ممکنه اصلا افراد شجاعی نباشن، راحت نتونن بپذیرن خطر رو برای پیشرفت زندگی، چون وقتی بخوایم پیشرفت بکنیم سر راه ریسکای زیادی هست که باید انجام بدیم. ممکنه این افراد اون شجاعت لازم رو ندارن. یا اینکه نیاز به پذیرفته شدن در گروهی باشه از طرف دیگران، یا اینکه بخوایم خودمون رو به دیگران ثابت بکنیم. اینا دلایلشه. یا بالاتر از همه احساس شدید کنترل دیگران. و 7مین قسمت اینه: بی‌هدفی، بیکاری، نداشتن اولویت در زندگی شخصی. این 7 مورد به عنوان علل و ریشه های درونی قضاوت، ابراز عقیده، به خصوص در مورد غیبت. که ابراز عقیده رو ما در پوشش غیبت رو در لفافه ابراز عقیده برمی‌داریم، میدیم رک و پوسکنده میذاریم جلوی طرف، میگم به در، میگم دیوار تو بشنو، به قول معروف چی میگن؟ به در میکوبیم. بله به در میگم به دیوار. آره از این طوری. و همطور که گفتم خیلی ظریفه، خیلی ظریفه که باعث میشه که برداشت های مردم زیر سوال بره، نیات دل مردم زیر سوال بره. همطور که مسیح در مورد این مسئله چوب و خس و اینا در این قسمت باب 7 متی صحبت میکنه، خیلی نکته ظریفی هستش. یک واقعیت که خیلی شاید هممون این رو دیدیم، لااقل من در طول زندگیم خیلی اینو دیدم، یکی از مواردی که داوری و ابراز عقیده یا پشت سرگویی رو خیلی تقویت میکنه موفقیت یک نفر دیگه است. یعنی ما نتونیم موفقیت یکی دیگه رو جشن بگیریم و اون شخصی که موفقه بیچاره میشه نقل صحبت هر مجلسی، میشه مورد داوری، میشه هر چی میگن زیر ذره بین گذاشته میشه، صرفا برای اینکه شخص موفقیه. که اینها هم باز همطور که اون 7 ریشه رو اسم بردم، اغلب این افرادی که این تیپ افراد موفق رو زیر سوال میبرن و به قول معروف زیر داوری قرار میدن، ریشش اغلب نشان دهنده ناتوانی، عدم کفایت، ناامیدی، استیصال، خشم و بیشتر از همه حسادت به عنوان مقایسه. این کورکننده ترین حسی هست که ما میتونیم به حس قضاوت خودمون بدیم. مسئله مقایسه. با مقایسه ما ترور شخصیتی میکنیم،
هر کاری میکنیم برای اینکه خودمون رو بهتر جلوه بدیم. بهتر جلوه، دقیقاً همینطوره خواهر لویز جان. بحثیه که تا صبح هم میتونیم راجع بهش حرف بزنیم، ولی خب متاسفانه زیاد فرصت نداریم و در واقع قسمت اول برنامه به اتمام رسید. اما میخوام پیشنهاد بدم به عزیزان بیننده اگر در رابطه با مخصوصا موضوعی که صحبت کردیم شما هم نظری دارید، تجربه‌ای دارید، سوالی دارید، حتما تا خواهر لویز هستن در تماس باشید و بگید. اما قسمت اول برنامه به اتمام رسید و وقت جوابگویی به سوالات عزیزان هست. پس اگه اجازه بدید یه ساعت کوتاه داشته باشیم خواهر لویز جان و برمیگردیم با دوستان عزیز بیننده و سوالاتشون. با ما باشید. بله عزیزان، قسمت اول به اتمام رسید، اما از همین الان تلفن‌های برنامه باز هست و میتونید شما مستقیما زنگ بزنید به استودیو وصل بشید و اگر سوالی دارید مطرح کنید. همچنین من اینجا دارم سوالات نظرات شما عزیزان رو همچنین میگیرم و فراموش نکنید درخواست‌های دعاتون رو بفرستید. در آخر برنامه برای عزیزانی که درخواست‌های دعاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود. آقای داوود نجات ثابت عزیز گفتن که تفاوت بین قضاوت و ابراز عقیده مخالف به نظر من این هست که در زمانی که ما قضاوت میکنیم به طبع حکمی صادر میکنیم و بر اساس اون حکم طرز رفتار ما نیز تحت تاثیر قرار میگیره، ولی در ابراز عقیده حکمی صادر نمیکنیم. برای مثال ممکنه به زبانها دعا کردن شخصی رو مورد قضاوت قرار بدیم و در کمترین حکم اون رو در دل خود مورد تمسخر قرار بدیم، ولی در ابراز عقیده حکمی صادر نمیشه و فقط میگیم من این برداشت رو از دعا به زبانها ندارم و همچنان با اون برادر یا خواهر در رفاقت و دوستی باقی میمونم. این نظر داوود عزیز هست. در رابطه با صحبت‌های آقای داوود شما صحبتی دارید خواهر لویز؟ من کاملا با ایشون موافق هستم. اتفاقا مطلبی رو که اشاره کردن خب مثال بسیار مهمی رو آوردن، مسئله تکلم به زبانها. ما میدونیم در گروه‌های پنتیکاستی، در پروتستان در واقع این مسئله تکلم به زبانها بارها مورد بحث بوده. فرقه‌های مختلف هر کدوم یه چیزی گفتن و چون که ابراز عقیده میکنن، من اگه یادتون باشه گفتم ابراز عقیده در رو باز میذاره برای اینکه ممکنه غلط باشه. این احتمال که این عقیده غلط باشه این در رو باز میکنه برای غلط بودن و خیلی از مفاهیم کتاب مقدس، مفاهیم رفتار با همدیگه، همچین تفسیرهای غلطی انجام شده و ما بارها دیدیم که به اصطلاح در دل یه چیز دیگه ای دارن، به زبان یک مطلب دیگه ای رو مطرح میکنن. کاملا نکته کلیدی رو ایشون اشاره کردن. بله. ممنون از ایشون و کاملا موافق هستم با این حرف که بر اساس چیزای شخصی خودمون ما میایم یه حکم صادر میکنیم که لزوما درست نیست. درسته و همونطور که اشاره کردن کوچکترین چیز شاید همون فقط به تمسخر گرفتن اون مطلب باشه که متاسفانه بعضی وقتها انقدر این عادات عادی شده برای ما که اصلا این رو بد نمیدونیم و فکر میکنیم خب حالا که چی. کوچکترین مسئله رو واقعا ممکنه به تمسخر بگیریم و خیلی راحت ازش بگذریم. به هر صورت مرسی، ممنون داوود جان از اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. سعید عزیز هم گفتن فیض و سلامتی مسیح با شما عزیزان پدر. مرسی، ممنون سعید جان
همچنین با شما. خیلی ممنون که بیننده برنامه خودتون هستین. فرزانه عزیز هم گفتن درود بر سالی عزیز و خواهر لویز گرامی. داوری و قضاوت گاهی از روی حسادت هست. گفتن داوری و قضاوت گاهی از روی حسادت هست. بله بله، اشاره کردیم به این مسئله. بله. و اون مسئله که گفتیم مقایسه میکنن، ریشه اصلی این مسئله حسادته. در واقع شاید خیلی وقتها ریشش حسادته. بله بله، متاسفانه یکی از دلایل محکمش همین این مسئله است، به خصوص در مورد ابراز عقیده. دقیقاً همینطور، متاسفانه. بله، محمد عزیز سوالی پرسن، گفتن که روز عذاب مسیح پنجشنبه هست و اینکه اگر کسی در این روز روزه بگیره مشکلی نداره؟ اولا روز عذاب مسیح هر روزه، حقیقتشو بخواید، به خاطر وضعیتی که فرزندان خدا، تمامی بشر، دنیا درش اسیره. ایشون اشاره میکنن در مورد روز پنجشنبه به احتمال زیاد منظورشون شب شام آخر هست، اون شبی که عیسی دستگیر شد. قبل از اون، جلوتر از اون، وقتی که در یوحنا ما میخونیم، از خیلی جلوتر از طرف بابهای 11-12 به اون طرف ما ببینیم که مسیح داره علنا در مورد مصلوب شدن صحبت میکنه و حتی در دعایی هم که میکنه برمیگرده میگه که اگر ممکنه این پیاله از من بگذره، اما نه به خواهش من بلکه به اراده تو. با اینکه میدونست که چی در انتظار هستش و چه مرگی رو باید تجربه بکنه و این وسط فکر این که تمامی گناهان بشر باید بیاد روش، 100% عذاب داره. ولی این که ما اون روز پنجشنبه رو صرفاً به خاطر اینکه عیسی عذاب کشید بعد بیایم روزه بگیریم، این میشه یک حالت ترجیح دادن یه روز به روز دیگه. این خوبه ما یاد بود داشته باشیم، خوبه. اولا که روزه گرفتن برای هر روزی اشکالی نداره، مسئله این نیست. اینکه سوال کردن که آیا روزه بگیریم تو این روز ایرادی داره، نه. روزه گرفتن در هیچ کدوم از روزهای سال ایراد نداره. اگه هم در این روز روزه میخواید بگیرید چه بهتر، مسئله اینی. ولی اینکه چون روز خاصی هست پس بر اساس فکر عام که بگن ثواب داره، نه، همچین چیزی نیست. همچین چیزی نیست. ما میدونیم که پنجشنبه شب شام آخر بود. اون شب بعد از اینکه شام آخر رو میخورن، عیسی میرن با هم به جتسیمانی و اونجا دعا میکنه. روز جمعه صبح مصلوب میشه و یک شنبه قیام میکنه. ولی هر روزی رو ما میتونیم صلیب و قیامت عیسی رو به یاد بیاریم، کار فدیه عیسی رو به یاد بیاریم و ارزش بدیم به عذابی که به خاطر من و شما کشیده. ببینید چقدر ما رو دوست داشت که حاضر شد از پدر اطاعت بکنه برای این مسئله، و دیگه اینکه پدر ما رو چقدر دوست داشت که حاضر شد مرگ صلیب رو برای پسرش ببینه. خیلی عظیمه این مسئله، فوق‌العاده است، فوق‌العاده است اگر درک کنیم. بله همینطوره. خیلی ممنون، مرسی خواهر لویز جان. مانای عزیز گفتن که در حین خوندن از این سخن مسیح بسیار دلازرده شدم. یعنی کسی که از ادیان دیگری بخواد به مسیح بپیونده، مسیح اونو قبول نمیکنه. آیا این ادعای برتری رو قوم بنی اسرائیل القا نکردن به این آیات نیست؟ منظورم یهودیان تحریف کردن آیات واقعی رو برای برتر نشون دادن خودشون. این آیات نجات پرستانه رو به کتاب اضافه کردن. البته نظر من اینه، لطفاً جواب بدید. و کلا آیاتی رو که منظورشون بود این که
وقتی که زن کنعانی گفت که سرور من ای پسر داوود بر من رحم کن، دخترم دیو زده شده و سخت رنج میبرم. در پاسخ گفت و سخت رنج میبرد. در پاسخ گفت من تنها برای گوسفندان گم گشته بنی اسرائیل فرستاده شدم. خب چیزی که سوالی که در واقع مانا جان پرسیدن، گفتن آیا این ممکن هست که تحریف شده باشه و خود یهودیان این رو اضافه کرده باشن که بخوان بگن که حالا نژاد برتر هستن؟ ما در هیچ گونه شواهدی در این مورد نداریم که آنچه که در دست ما هست در کتاب مقدس این تعریف شده باشه، برای اینکه نسخه های بسیار 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 قدیمی از خود کتاب مقدس هست که دقیقاً با اون چیزی که الان در دست من و شما هست مطابقت داره. بنابراین این مسئله تعریف رو بذاریم کنار، ولی این مسئله که سخنی که بین این زن کنعانی و عیسی رد و بدل شد. ببینید، ایمان باید آزمایش بشه. شما هر چی میخرید میبرید اول آزمایشش میکنید. اینجا میخواید وقتی ماشین بخرید اول میرید یه دور میرونید ببینید که درست کار میکنی یا نه. ایمان هم همینطوره. ایمان باید آزمایش بشه و ایمان ما هر روزه آزمایش میشه. اولا اینجا صحبتی که بین این زن و عیسی هست، دوتا دارن با همدیگه به ضرب المثل صحبت میکنن. ما اینو به عنوان قرن 20 21 داریم این رو میخونیم. به نظر ما این یه جورایی بهمون بر میخوره. همینطور که بیننده عزیز میگن که من، مانای عزیز میگن من دلم آزرده شد. برای اینکه متن چیز رو نمیدونیم. اگر دقت بکنید این زن آزرده نشد، برای اینکه عیسی یک ضرب المثلی رو که شایع بوده به این زن گفت و این زن هم جواب این ضرب المثل رو برداشته داده و نتیجه این مذاکره با هم ما میبینیم که ایمان این زن تحسین میشه. پس اصلا مسئله نژاد پرستی نبوده و میبینیم که حتی دختر این زن رو شفا میده. پس بنابراین اگر قرار بود عیسی این وسط این زن رو آزرد خاطر بکنه یا اینکه بخواد برتری نژادی رو به نژاد دیگه مطرح بکنه، نه شفا میداد نه جوابشو میداد. در ضمن فراموش نکنیم یوحنا 3:16 چی میگه؟ و خدا جهان را انقدر محبت نمود. میگه جهان را محبت نمود، نمیگه قوم یهود را محبت نمود. تا هر که به او ایمان آورد. این هر که همه است. میخواد کنعانی باشه، سوری باشه، ایرانی باشه، آمریکایی باشه، یهودی باشه. خدا هیچ فرقی به خصوص در عهد جدید بعد از فدیه عیسی از طریق فیض، ما الان در دوره فیض هستیم، هیچ برتری قائل نشده. پولس رسول راحت میگه دیگه نه یونانیه نه بربریه نه نمیدونم یهوده نه آزاده نه غلامه نه چیز، داره همه رو برابر میبینه. بنابراین یک مقدار اگر ما اون عینک انتقاد رو ورداریم و ببینیم اینجا، ما میبینیم که عیسی ایمان این زن رو آزمایش کرد و این زن موفق بیرون اومد. تو امتحانش فروزه نشد. هم شفا رو گرفت هم ایمان خود زن تحسین شد. درسته، همینطوره. بعضی وقتا این فروتنی خیلی از هر چیزی سخت‌تر هست و دقیقا مسیح همین رو از ما میخواد، اینکه به همون بر نخوره. یه وقتا دیدین مثلا بعضی وقتا واقعا خدا از ما یه چیزی که میخواد یا یه چیزی که به ما میگه اتفاقا بهمون بر میخوره، وای میسیم تازه با خدا هم بحث میکنیم نه تو اشتباه میکنی، اینجوری نیست. ولی خب واقعا خدا همینو میخواد که فروتن باشی. شاید اون زمان اگر به قول شما اگر اون زن اون ایمان رو نداشت، برعکس بهش بر میخورد، راشو میکشید میرفت، ولی چون اون ایمان رو داشت خیلی فروتنانه پذیرفت و اتفاقا یه جورایی دیگه وایساد و متقاعد کرد خدا رو یه جورایی، اگه بخوایم راجع بهش صحبت کنیم. خب احمد رضای عزیز هم درود فرستادن و تشکر کردن از برنامه. خیلی ممنون احمد رضا جان از اینکه بیننده برنامه خودتون هستید. فرزانه عزیز هم گفتن قضاوت و یا داوری اگر برای بنا و تشویق و بدون غرض باشه احیا کننده است. در رابطه با صحبت فرزانه جان، خب چطور میتونیم ما یک
داوری و یا قضاوتی داشته باشیم که تشویق کننده و بدون غرض باشه. خیلی در کلام گفته شده قضاوت و داوری از آن خداست. چطور من میتونم اصلا بگم که خب من میتونم، آیا من چطور میتونم به این نتیجه برسم که من در حد این هستم که بخوام کسی رو داوری بکنم، حالا بخوام در کنارش هم بنا کننده باشه، به چه صورت باید اینها رو با هم دیگه یه جورایی در هم آمیخت و انجام داد که درست از آب در بیاد؟ خب ببینید، در دور و بر خودمون، حالا ما به عنوان ایماندار کلیسا رو مثال بزنیم، تو خانواده مثال بزنیم، میدونید این مصداق داره همه جا. صادقانه من از افسوسیان خوندم، گفتم که حقیقت رو با محبت بگید. ببینید تو افسوسیان 5 آیات 8 و 9 چی میگه؟ میگه که زیرا پیشتر ظلمت میبودید اما الان در خداوند نور هستید، پس چون فرزندان نور رفتار کنید، زیرا که میوه نور در کمال، در نیکویی، در عدالت و در راستیه. درست. خب ما نمیاییم بگیم که داوری فقط جنبه منفی داره. داوری درش جنبه اصلاح و تعدیب هم هست. منتها چطور اصلاح میکنیم خیلی مهمه. شما ببینید وقتی داوود عمل زنا در مورد بتشبع کاری رو که انجام داد، خدا ناتان نبی رو فرستاد با یه مثل. نرفت ناتان نبی مستقیم برگرده بگه ای داوود، ای پادشاه، لعنت خدا اومده رو تو زنا کردی، آبروتو میبرم، تو دیگه نمیدونم ارزش پادشاهی نداری از این حرفا. خدا به نبی یک مثل داد. مثل رو نبی گفت، ناتان نبی به داوود. داوود خودش فهمید که این وسط یک بی‌عدالتی صورت گرفته. تنها حرفی که ناتان زد این بود که این شخص تو هستی. عکس العمل داوود چی بود؟ مزمور 51، توبه کامل و پذیرفتن مسئولیت برای گناهش. ما وقتی که یک واقعیتی رو میبینیم که غلطه، اگر روشی، یک طرز فکری، طرز رفتاری یا اجحاف میبینیم، یا ممکنه یکی واقعا منظوری نداشته باشه ولی بدون این که متوجه باشه داره زخمی میکنه، چون که بلد نیست جور دیگه ای بگه. اگر شخص رو، کلام خدا میگه وقتی یک کسی اشتباهی میکنه اول خصوصی برید باهاش صحبت بکنید. این خصوصی رفتن به این معناست که برای اون برادر، برای اون خواهر ما در دعا و روزه باشیم که خدا حکمت بده به ما، حرف درست رو بده، هدایت بکنه، ما در اون خلوتمون با محبت حقیقت رو جوری بگیم که برادر خواهری رو ما بنا بکنیم، نه اینکه از بیخ و بم بزنیمش، از ریشه کم بکنیم و از ایمان بندازیم، که متاسفانه خیلی اینطوری پیش اومده. به خصوصی میریم میگیم، میگه اگر برادرت پذیرفت و برادرت رو یافتی، در خانواده گرفتی، برای اینکه اصلاحش کردی، و اگه طرف عذرخواهی کرد میگه ببخشید من متوجه نبودم، یا چشم باشه این کارو میکنم، آره خدا رو شکر این جنبه خوبه این مسئله هست، برای اینکه برای تعدیب، برای اصلاح داره استفاده میشه. درست. اگر میگه نپذیرفت، تازه برید 2 تا 3 تا شاهد بیارید که اونم باز چقدر باید با دقت این 2 تا 3 تا شاهد رو انتخاب کرد که طرف چی میگن، شیپور چیز به دهن نگیریم، آبروی طرف رو اول ببریم. اینی که هر چیزی، حالا قضاوت اسمشو بذاریم، داوری بذاریم، ابراز عقیده بذاریم، اگر شاهد یه چیزی هستیم، شاهد یک عمل یا حرف یا یه چیز غلطی هستیم، در درجه اول باید بین خودمون و خدا باشه، دعا بکنیم برای این مسئله. شاید ما داریم اشتباه برداشت میکنیم، چون که من و شما اگر هر دومون یک مطلب رو ببینیم 2 تا برداشت مختلف از اون مطلب خواهیم داشت، برای اینکه هر کدوم ما متفاوتیم، پروسه فکری ما فرق داره با هم دیگه. پس با این فکر که من چطور میتونم برادرم رو یا خواهرم رو احیا کنم برای بنا، من خیلی وقتا دعا میکنم، برمیگردم میگم خدایا این شخص رو تو گوشه بنداز،
برای اینکه اگه به دست تو بیفته تو شفا است، مبادا به دست مردم بیفته. خیلی فرقه. ما خیلی نسبت به همدیگه میتونیم بی‌رحم باشیم حقیقتش و جوری طرف از بیخ و بم بزنیم که دیگه اصلا فرصت نداشته باشه بلند بشه. و خیلی دیدم از کلیساها رفتن، به قول خودمون میگیم لغزش خوردن سر یه همچین رفتارهای بی حکمت، بله، نابخردانه. بله مرسی، ممنون خواهر لویز جان واقعا از توضیحاتی که دادید. عزیزان یک استراحت کوتاه داشته باشیم، موزیک ویدیویی ببینیم بشنویم، برمیگردیم در ادامه صحبت ها. با ما باشید. Sitting in my room with broken heart, I remember all those evil thoughts. How I felt like hurting you 'cause you'd ripped my heart apart. Life was pointless, I had given up. I remember how I wished the worst for your life. I was full of anger all the time. With my tears I'd cry to God, asking all those whys. The wounds you caused me all were open wide. How my flesh desires to take revenge, but I choose to do what Jesus did for me. Forgive you for all that you have done. I forgive you for all the pain you've caused. Though the pain's not gone, all the scars are there, but I forgive you for all that you have done. I remember lying down trying to go to sleep. It was the only time I'd get some peace. Otherwise I would think of you and the past would hunt me down. In my sorrow and hatred I'd be drowned. You took away so much and I can never take it back. You made me fatherless, an orphan child. Oh, I thought if I forgave, I'd be free for life. But all those feelings are coming back. How my flesh desires to take revenge, but I choose to do what Jesus did for me. I forgive you for all that you have done. I forgive you for all the pain you've caused. Though the pain is not gone, all the scars are there, but I forgive you for all that you have done. I forgive you for all that you have done.
بله عزیزان، موزیک ویدیو زیبایی که از ژیلبرت عزیز دیدیم، شنیدی I forgive you، میبخشم تو رو. و همزمان با شما عزیزان هستیم در برنامه علامت سوال و سوالات شما عزیزان. همچنان فرصت باقی است، اگر سوالی دارید، نظری دارید، پیشنهادی دارید و یا اینکه شهادتی دارید با ما در میون بگذارید از طریق راه‌های ارتباطی. همونطور که خدمتتون گفتم برنامه به صورت پخش زنده بر روی اینستاگرام علامت سوال هم هست، از این طریق هم میتونید برنامه رو تماشا کنید. میدونم که خیلی از عزیزان به هر حال صحبت کرده بودید که از زمانی که برنامه از روی ماهواره هاتبرد برداشته شد، یعنی در واقع کانال 107 پارس، یه مقدار مشکل تر شده دسترسی، اما خدا رو شکر که اینستاگرام علامت سوال راه اندازی شده و از این طریق میتونید برنامه رو به صورت پخش زنده تماشا کنید و مخصوصا برای عزیزانی که در ایران هستن میدونم که بسیار راحت و آسون خواهد بود. پس خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و در رابطه با موضوع برنامه یا موضوعات دیگه اگر سوالی دارید با ما در میون بگذارید. فراموش نکنید درخواست‌های دعاتون رو بفرستید. در آخر برنامه برای عزیزانی که درخواست‌های دعاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود. خب خواهر لویز عزیز، فرزانه عزیز هم در رابطه با صحبتی که کرده بودن گفتن دقیقاً خواهر لویز عزیز، منظور من هم بیشتر با ایماندارانیه که با حکمتی که از خداوند داریم که همون حکمت پاک و صلح آمیز هست و بدون ریا و تقلب. در واقع در رابطه با صحبتی که کردن که قضاوت و یا داوری اگر قراره برای بنا کردن و تشویق باشه باید انجام بگیره و شما هم اشاره کردید که اون حکمت لازم رو باید داشته باشیم و حتی اگر شده براش دعا بکنیم که و از روی واقعا محبت باشه، نه اینکه بزنیم ریشه و بنیه طرف رو کاملا آنچنان بزنیم که دیگه هیچ جوری بر نگرده و درست نشه. بعضی وقتا واقعا همینطور قلد، یعنی اصلا میری با تراکتور از اون طرف رد بشی. آره درست. له و لورده بشه. منیژه عزیز سوالی پرسیدن، گفتن که شاول در کدام بخش از انجیل در رابطه باهاش صحبت شده؟ در مورد شالوت منظورشونه. شالوت، بله بله. بله، شالوت اسم یک کتاب شعریه. یک کتاب شعری هست مال به اصطلاح خیلی کلاسیکه، مال دوره سلتیک ها هستش، اینایی که تو ایرلند و تو اسکاتلند اینا هستن. اسم کتاب هست The Lady of Shalott. بله. و این تو البته در انجیل نیست، این مسئله اصلا ربطی به انجیل نداره. این یک کتاب شعریه مال زمان دوران پادشاه اینجا، به اصطلاح قبل از سلسله وینزرها، دوره آلفرد بوده، کینگ آلفرد. این در اون زمان به اصطلاح راجع به اون زمان نوشته شده. یه سری اشارات و الهام هایی داره از گفته های پیشینیان و همینطور درش در مورد فرشتگان تاریکی صحبت میکنه. یه پیام های روحانی توش هست، ولی هیچ ربطی به انجیل نداره، در کتاب مقدس نیست، اقتباس نیست. یه سری شباهت هایی رو از مطالب، مفاهیمی رو که در اناجیل یا در به اصطلاح کتاب مقدس به شکل کل از عهد عتیق عهد جدید درش هست، این اشاره کرده بهش. در این کتاب هست. نویسندش لورد آلفرد تنیسون اینو نوشته. این اصلا زمانی که این نوشته شده خیلی قرنها بعد از مسئله انجیل و کتاب مقدس اینا هستش. اینه که همونطور که گفتم یک کتاب شعری هستش، کتاب شعری کلاسیک و به سلتیک ها مربوط هستش و تو انجیل نیست، برای قسمتی از اروپا که سلتیک ها اونجا اقامت دارن. درسته، بسیار عالی، ممنون. خالوز جان، مریم عزیز سوالی پرسیدن، گفتن اگر ممکنه اطاعت کردن و پیروی کردن رو برام توضیح بدید. اطاعت کردن و پیروی کردن. بله. اگه بخوایم لغوی اینها رو ما معنی بکنیم، ما فارسی زبان بسیار جالبی از نظر ساختن کلمات. پیروی یعنی در جای پای یکی رفتن، دنبال روی جای پای یه نفر.
شما یک نفر رو به عنوان استاد یا به عنوان معلم، یک کسی که مرجع تقلید باشه براتون، یا کسی که براتون مهم باشه و ارزش ها و اون استاندارد زندگی شخص براتون مهم باشه، او رو پیروی میکنید. اطاعت، ما بین اطاعت و پیروی یکیه در واقع. حقیقتش ما وقتی که کلام خدا و به خصوص در کتاب تثنیه وقتی که به قوم دوباره داره تکرار میکنه، میگه اگر این احکام و فرامین من رو به کار برده اطاعت بکنید برکت رو خواهید یافت. اطاعت کردن یعنی این که دیگه سوال نذاریم روش. حالا نگیم چرا. اطاعت از کلام خدا به خصوص اون چی که ما میفهمیم از کلام خدا و پیروی کردن، دنبال روی به اصطلاح، حالا میخواد تورات باشه، اناجیل باشه، عیسی، هر کسی، گفتم کسی که بر ما از نظر ارزش اخلاقی به اصطلاح جای بالایی در ما دارن، پیروی میکنیم ما اونها. یا هواداران گروهی رو میگن، اینا پیروان هستن، یعنی اینا دنبال رو هستن. دنبال روی با اطاعت یه خورده فرق داره. شما در حین اینکه یکی هستن یه ذره هم فرق دارن. اطاعت همطور که گفتم علامت سوال روش نمیذاریم و هر چی که میخونیم یا وقتی خدا به ما میگه، حالا پدر مادر، ما میگیم بچه از پدر مادر باید اطاعت بکنه. حالا خیلی هم تند روی میکنیم، میگیم زن حتما باید از شوهر اطاعت بکنه، شوهر از زن اطاعت، از این حرفا. کاری ندارم. مسئله اطاعت رو منظور اینه که زیر سوال نبریم و اون چی رو که میخوان براشون انجام بدیم. درست. این میشه اطاعت، یعنی اینکه کاری رو، عملی رو بدون اینکه زیر سوال ببریم ما انجام بدیم علی رغم حالا هر چیزی. درسته. بسیار عالی، ممنون، مرسی خواهر لویز جان. دوست عزیزمون گفتن که فرزانه جان گفتن اتفاقاً موردی برای من پیش اومده بود که داوری شده بود در مورد من. دعا کردم و از خداوند خواستم که اون طرف ملزم بشه و حقیقت رو بفهمه. اتفاقا اون طرف روز بعد زنگ زد و معذرت خواست. جلال برنامه خداوند وقتی با راستی و پاکی به حضورش میریم به کمکمون میاد. آمین. به نظر من اتفاقا اون شخص هم باید بهش باریکلا گفت خواهر لویز، چون صدای روح القدس رو همچنان شنیده. بعضی وقتا ما همچنان گوشامون رو میگیریم یا انقدر دیگه دور شدیم که نه صدایی میشنویم یا که اگه هم میشنویم که سعی میکنیم نشنویم. پس به نظر من اون شخصم که ملزم شده، خدا رو شکر برای ایمانش و خدا رو شکر برای اون به قول معروف نزدیکی و اطاعت، دقیقاً اطاعتی که و اینکه صدای روح القدس رو خداوند رو شنیده و تونسته تشخیص بده و این کار رو کرد و شجاعتش که تماس گرفته و معذرت خواهی کرده، چون خیلی ها این کار رو انجام نمیدن. درسته. همون عذرخواهی واقعا شجاعت اخلاقی لازم داره. دقیقاً. و این وسط فرزانه جان خدا رو شکر، حالا اون شخص بوده که نسبت به صدای خدا حساس بوده و اطاعت کرده از این مسئله. خدا رو شکر برای این. باید دوست خوبی باشه براتون. واقعا همینطوره. حسن عزیز در رابطه با تثنیه که صحبت میشه در رابطه با افراد غول‌پیکر تخت خواب آهنی که در شهر ربت، یکی از شهرهای امونی ها نگهداری میشد، حدود 4 متر طول و 2 متر عرض داشته. گفتن که از این جور آیات کتاب مقدس مشخص میشه که اشخاصی واقعا غولاسا در اون زمان وجود داشتن. میشه لطفاً توضیح بدید؟ بله، برای حسن عزیز بگم این تو تثنیه 3:11 نوشته شده. برای اینکه این مسئله رفائیم اینو بفهمیم، شما باید حسابی باب 6 پیدایش رو خوب بخونید، چون که اولا که از صحبتشون ایشون میگن که اینطور که مشخص مشاهده میشه اشخاصی واقعی غولاسا بودن. اولا که کتاب مقدس تماما حقیقته، افسانه نیست. هر چی که اینجا نوشته شده عملاً رسما اتفاق افتاده و بوده نوشته شده. وقتی کتاب مقدس میگه افراد غولاسا، عظیم الجثه،
100% درست داره میگه. شما باب 6 پیدایش رو نگاه بکنی، درست همون آیات 1 برمیگرده میگه و واقع شد که چون آدمیان شروع کردند به زیاد شدن بر روی زمین و دختران برای ایشان متولد شد. نسل آدم و حوا داره تکثیر میشه. خب اینجا ببینید چی میگه. میگه پسران خدا دختران آدمیان را دیدن که نیکومنظرن، از هر کدام که خواستن زنان برای خیشتن گرفتن. و خداوند گفت که روح من در انسان دائما آیه 4 میگه در آن ایام مردان تنومند در زمین بودن و بعد از هنگامی که پسران خدا به دختران آدمیان در آمدن آنها برای ایشان اولاد زاییدن. ایشان جبارانی بودن که در زمان سلف مردان نامور شدن. این دقیقاً این مطلبی رو که در مورد اوج، این 3:11 در مورد اوج پادشاه باشان هست که وقتی که قوم میرن برای تسخیر سرزمین کنعان، درست بعد از 40 سال که میان درست به در ورودی کنعان میرسن، همون به امونیان و نمیدونم موآبیان و به باشان و اینا برمیخورن و اونجا اوج پادشاه بسیار قوی بوده در زمان خودش. البته این قسمتی رو که از نظر اندازه‌گیری برای تخت آهنین که میگن، مفسرین به این چیز هستن که به احتمال خیلی زیاد اونی رو که موسی داره اشاره میکنه در تثنیه 3:11 اشاره به تابوتش میکنه که این تابوت آهنی به اصطلاح طول و عرضش این بوده و البته بزرگه، یعنی حتی اگر تابوت باشه تخت خودش از این کوچکترم باشه باز کماکان بزرگه طرف، برای اینکه طبق این آیه. حالا این آیه داره چی میگه؟ ببینید یک چیز اطلاعات عمومی در مورد کتاب مقدس بدم. اینجایی که در مورد پسران خدا صحبت میکنه، هر جا که در عهد عتیق به خصوص اشاراتی هست در این مورد، وقتی در مورد پسران خدا صحبت میکنه کلمه بن ها الوهیم رو صحبت میکنه، جمعه، یعنی اینکه دقیقاً مستقیما از خدا تولید شدن. این اشاره به فرشتگان هستش. دوم، در مورد دختران آدمیان کلمه ای که استفاده میشه بنوت آدم اسمش هست، یعنی دختران آدم. بعضی از مفسرین میگن که اینا در مورد فرشتگان سقوط کرده داره صحبت میکنه اینجا کتاب پیدایش، که من موافق این هستم برای اینکه به عقل جور در میاد و درست چیز میشه. چون بعضی مفسرین میگن که اینها در مورد دختران دارن، یعنی اینا دارن میگن که پسران شیس، پسر آدم، با دختران قائن که شریر بوده، به اصطلاح قائن که شریر بود، با اونها آمیزش کردن و این فرزندان رو تولید کردن. نه، این نیست. برای اینکه میگه پسران خدا، بن ها الوهیم، این کلمه الوهیم رو استفاده میکنه در عبری. این یعنی اینکه مستقیم از خدا. در مورد فرشتگان سقوط کرده داره صحبت میکنه. ما در مکاشفه میبینیم که در اینها ثلث فرشتگان سقوط میکنن و از فرشتگان به زمین انداخته میشن. ببینید که فرشتگان محدودیت هایی دارن. خب اینها میتونن به شکل انسان ظاهر بشن، کما اینکه اینجا میبینیم ظاهر شدن. چی کار دارن میکنن اینها؟ اینا اومدن دختران انسان، آدم، نشیس، نه قائن، در واقع قائن، بگیم قائنم بوده دیگه جزش، برای که دختران آدم هستش. اینا به زور میان با اینها آمیزش میکنن. این چیزی نبوده که بر عرف زمان به اصطلاح طبق چیز انجام بدن. چرا؟ برای اینکه میگه که از هر کدام که خواستن. تو متن عبریش میگه که اینها اومدن و اینها رو گرفتن و تجاوز کردن با اینا. از نسل اینها نسل به دنیا اومد که اینها جباران. اون کلمه نفیلیم رو میگه. کلمه نفیلیم یعنی این که افرادی که افتادن، افرادی که انداخته شدن، سقوط کرده شدن. تو عبری به اینها میگن هگیبوری، به اینا میگن چیز که اینها در طوفان نوح، ببینید این تا قبل از طوفان نوحه و اینها آلوده شده بوده نسل آدم
و چرا در مورد نوح وقتی که آیه 9 میخونی میگه که نوح مردی عادل بود در عصر خود کامل، یعنی نسل اون ژن نوح، اون دی ان ای نوح قاطی نشده بوده با این فرشتگان سقوط کرده. برای این بوده که از چیز به اصطلاح به معنی استراحت، اسمش به معنی استراحته، این اومد که در واقع زمین استراحت بکنه. خب ما میبینیم که این نفیلیم ها یا این افراد رفایم که اسم میبره، چند تا اسم دارن، رفایم هم جزء اونا هست، ما میبینیم اینا در طوفان نوح از بین نمیرن. چرا؟ برای اینکه روح هستن، روح نمیمیره، روح نمیمیره. و طوفان نوح طبیعت انسان رو از بین نبرد، طبیعت فاسد کماکان فاسد موند. طبیعت بعد از پاکسازی از طریق طوفان ما ببینیم دوباره اینا شروع میکنن به گناه کردن. به احتمال خیلی زیاد باز هم این فرشتگان سقوط کرده عملی رو که در باب 6 انجام دادن دوباره بعد از طوفان نوح انجام دادن. و اینجاست که میگه که با آخرین باقی ماندگان بودن. به اصطلاح حرفی که خدا به قوم میزنه میگه وقتی رفتید اونجا بدون استثنا همه چی رو از بین ببرید. ببینید خدا به ضد انسان نیست، خدا به ضد خدایان زمین هست، به ضد فرشتگان سقوط کرده، به ضد شریر، به ضد نیروی تاریکی هست. خدا به ضد گناه هست به قول معروف. و دلیل این که گفت اینا رو همه از بین ببرید برای اینکه نسل اینها از نظر ژن خالص نبوده. اینها یه سری چیز روحای شریر در اینها بوده، برای اینه که میگه اینا رو از بین ببرید. بله این درست، واقعیت داره حسن عزیز. و در مورد این غول پیکرها، این نفیلیم به قول معروف کتابای زیادی هم در این مورد نوشته شده. تشویقتون میکنم اگر انگلیسی بلد هستید خوب میتونید برید اینا رو مطالعه بکنید و بیشتر از اون شما میتونید باب 6 پیدایش رو و همینطور تفاسیری که در این مورد نوشته شده خوب مطالعه بکنید، کمکتون میکنه برای درک این مطالب. بسیار مرسی، ممنون خلوص جان از توضیحاتی که دادین. یک تنفس کوتاه داشته باشیم عزیزان، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. دوستان عزیز بیننده، در دقایق آخر برنامه هستیم. اگر همچنان سوالی دارید، نظری دارید و درخواست دعا، فراموش نکنید بفرستید. در آخر برنامه برای عزیزانی که درخواست‌های دعاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود. اما دوست عزیزمون با نام کاربری دریز مسیح توی یوتیوب، از طریق یوتیوب گفتن سپاس و تشکر از سخنان سرکار خانم لویز محترم، برکت خداوند بر شما باد. خیلی ممنون، مرسی از اینکه بیننده برنامه خودتون هستید و ممنون و تشکر از اینکه به هر حال پیغام‌های محبت آمیزتون رو هم میفرستین. خواهر لویز جان. حسن عزیز سوالی پرسیدن در رابطه با مسیحیت تقلبی که آقای وونسهاونر، اگه من صداتون نمیاد خواهر لویز، ونس هاونر به اون اشاره میکنن و منظورشون گفتن چی هست؟ میگه که شیطان در حال جنگیدن با دین نیست، او خیلی باهوشتر از آن است. او مسیحیت تقلبی رو تولید میکنه، بسیار شبیه مسیحیت واقعی که مسیحیان خوب میترسن علیه اون صحبت کنن. گفتن در رابطه با این موضوع اگر میتونین توضیح بدید و این مسیحیت تقلبی در واقع یعنی چی؟ بله، البته ونس هاونر خیلی یک اونجلیست، یک مبشر بسیار مشهوری هستش، مال اوایل قرن 20 در واقع. بله. معلم کتاب مقدس، مبشر، نویسنده، شبان و یه دوره‌ای هم با بیلی گراهام خیلی همکاری داشت برای چیزای بشارتی، جلسات بشارتی. خودش اهل کارولینای شمالی بوده، مال گروه صدم بپتیست
باپتست که به اصطلاح سالهای قرن 20 طرفای 1900 و تولدش 1901 1986 هم فوت کرده. خب توی این فاصله از سن فکر کنم 30 سالگی اگه اشتباه نکنم با خیلی جلوتر تو جلسات بشارتی صحبت میکرده، ولی با بیلی گراهام فکر کنم تو اون سنین. در هر حال کاری به این مسئله نداریم، اینو اشاره میکنه. البته این که شیطان در حال جنگیدن با دین نیست اینجور نمیگه. حقیقتش اصل مطلبی که ونس هاونر اشاره میکنه اینطور میگه که شیطان با کلیسا نمیجنگه، به کلیسا ملحق میشه، یعنی یواشکی وارد میشه. اخطاری که هم خود عیسی هم پولس رسولان مرتب در مورد معلمین کاذب اشاره میکنن که مواظب باشید. حالا اینطور میگه شیطان با کلیسا نمی جنگه بلکه به اونها ملحق میشه. او به علفهای هرزه اونقدر صدمه نمیزنه که به گندمهای طبیعی صدمه میزنه. شیطان با تقلید و کپی بیشتر موفقه تا اینکه بخواد علنا رو در رو مخالفت بکنه با کلیسا. این رو داره اشاره میکنه. در مورد مسیحیت تقلبی منظور این هست که افرادی وارد کلیسا میشن که در واقع حقیقت رو تقلید میکنن، کپی میکنن و وارونه جلوه میدن. اون وقت ما در رساله پولس به دوم قرنتیان باب 11 دوم قرنتیان شما نگاه بکنید، این چیزی که ونس هاونر اشاره میکنه به این مطلب هستش. بیشتر دوم قرنتیان باب 11 بدید پیدا کنم، اینجاست، آیه 13 میگه، داره هشدار میده، میگه که زیرا که چنین اشخاص رسولان کذبه و عمله مکار هستند که خیشتن را به رسولان مسیح مشابه میسازند و عجب نیست چون که خود شیطان هم خیشتن را به فرشته نور مشابه میسازد. پس امر بزرگ نیست که خدام وی خیشتن را به خدام عدالت مشابه سازند که عاقبت ایشان بر حسب اعمالشان خواهد بود. داره خیلی خیلی واضح پولس رسول به این تیپ افراد اشاره میکنه. تاکتیک شریر همیشه اینه که مستقیم نزنه، همیشه از پشت در وارد میشه، همیشه دزدکی وارد میشه، همیشه میاد توی حقیقت کلام خدا یه سری حقیقت رو میپیچونه جور دیگه وارونه جلوه میده. ببینید این که این حرف ونس هاونر که میگه که با تقلید و کپی بیشتر، با تقلید و کپی شریر موفق تره تا اینکه بیاد رو در رو مخالفت بکنه با کلیسا. من موافق هستم برای اینکه این کلمه کپی که میگیم، کپی که شریر داره برابر با اصل نیست. کپی که شریر داره اون ترجمه خودشه. کلام خدا میگه که و او پدر جمعی دروغگویان هستش. این چیزی که ونس هاونر اشاره میکنه به این نوع مسیحیت هستش. ببخشید. بله بسیار عالی، ممنون، مرسی خواهر لویز جان. خب فرصتی نداریم سال دیگه پرسیده بشه. فکر میکنم که بهتر هست که بریم برای عزیزانی که درخواست‌های دعاشون رو فرستادن با هم در دعا باشیم. پس دوستان عزیز با ما باشید، با هم بریم تیزر دعا رو بشنویم، برمیگردیم و با دعاهای شما عزیزان با شما خواهیم بود. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش میاور
بلکه از آن شریر رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. دوستان عزیز، ازتون میخوام که با هم متحد باشیم برای دوستانی که درخواست‌های دعاشون رو فرستادن، با هم در دعا باشیم. خاله لویز جان، من میخونم اسامی رو و درخواست ها رو و شما میخوام که برای این عزیزان در دعا باشید. احمد رضای عزیز خواستن برای شفای جسمانیشون دعا بکنیم. حسین عزیز برای آرامش روحی خودشون و خانوادهشون. دانیال عزیز برای زندگی بهار و شراره و برای مهاجرت هلیا. آناهید عزیز برای آرامش و آزادی احسان خواستن دعا بشه. امانوئیل عزیز برای مشکل خونهشون. یوسف عزیز خواستن برای مشکلات مالیشون و برای پری روح القدس دعا بشه. ماهرخ عزیز برای شفای برادرشون عارف از اعتیاد و هم بیماری جسمی و برای ایمان آوردنشون خواستن دعا بشه و همچنین افشین عزیز هم خواستن برای گره‌گشایی در کارشون در دعا باشیم. برای این عزیزان خاله لویز جان اگر در تقریبا 3 دقیقه در دعا باشیم ممنون میشم. خواهش میکنم. اینطور در دلم هست که یه 2-3 تا آیه از یعنی 5 تا آیه از مزمور 103 بخونم که خیلی دعای خوبی هست که برای این عزیزان به اصطلاح در رابطه با مطالبی که گفته شد. میگه ای جان من خداوند را متبارک بخوان و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن که تمام گناهانت را می‌آمرزد و همه مرضهای تو را شفا می‌بخشد، که حیات تو را از حاوی فدیه می‌دهد و تاج رحمت و رأفت را بر سر تو می‌نهد، که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می‌کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. حقیقتا دعای من برای تک تک این عزیزان این مزمور هست و متحداً میخوایم خداوندا برای مطالبی که گفته شد دعا بکنیم. در نام پسر یگانه تو ای خداوند، تو گفتی که همه چیز رو تو به پسر دادی و اگر به اسم پسر از تو چیزی رو طلب بکنی تو اون رو از ما دریغ نخواهی داشت. در نام عیسی مسیح لیست تمام اسامی که سالی عزیز خوندن، بینندگان عزیز ما، اینها رو خداوند به حضور تو میاریم و حقیقتا این آیاتی که خونده شد بر تک تک مطالبی که عنوان شد اعلان میکنیم که تو خدایی هستی که هیچ احسان هیچ نیکویی رو از ما دریغ نمیداری. تو همه مرضهای ما رو شفا میدی، تو ما رو به نیکویی سیر میکنی و تو ای خداوند گناهان ما رو میامرزی، حیات ما رو، زندگی ما رو از شرارت از جهنم تو رها میکنی، آزاد میکنی. تو تاج رحمت و رأفت رو بر سر ما میذاری. خداوندا جان ما رو به نیکویی تو سیر میکنی. برای این عزیزان برکت مالی، برکت جانی، سلامتی و همینطور نجات برای این عزیزان، شفا برای این عزیزان، برکت کامل خداوند از هر جنبه برای این عزیزان میطلبم. تاج تو بر سر این عزیزان رحمت و رأفت باشه. تو رو شکر میکنم که خدایی هستی که دعاهای ما رو میشنوی و خداوندا هیچ دعایی در حضور تو چون به اسم پسر یگانه تو هست به زمین نمیفته. تو رو شکر میکنیم که دعای ما رو شنیدی چنان که همیشه میشنوی و تو رو در این مورد جلال میدیم ای خداوند برای جواب دعاهایی که در تو میگیریم. به نام پسر یگانه تو برای تک تک این عزیزان دعا میکنم. آمین. 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 خیلی ممنون. مرسی خاله لویز جان واقعا از حضورتون در برنامه، از دعاهای قشنگ و پربرکتی که کردیم و همچنین صحبت‌هایی که داشتیم و سوالاتی که جواب داده شد. مطمئن هستم عزیزان بیننده هم مثل من واقعا برکت بردن. شما رو میسپارم به دست خدا و امیدوارم در سلامتی باشید و امید به خدا که در برنامه‌های آینده در خدمت شما باز هم باشیم. اما ممنون و تشکر از یکایی که شما دوستان عزیز که با ما همراه بودید امشب و ممنون از اینکه پیغام هاتون رو فرستادید و برنامه رو تا به آخر دیدید. تکرار برنامه امشب رو میتونید روز پنجشنبه ساعت 3 بامداد و همچنین روز شنبه 10 صبح به وقت ایران تماشا کنید. فراموش نکنید تا 25 اکتبر برنامه
به وقت اروپا 1 ساعت دیرتر شروع میشه به خاطر زمان ایران، ساعت ایران که در واقع تغییر کرده تا وقتی که ساعت اروپا هم تغییر کنه. اما هفته آینده هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با موضوع همسایه خود رو همانند خویشتن دوست بدار و مهمان عزیز برنامه‌مون هم کشیش فریدون مخوف عزیز هستن. پس پیشنهاد میکنم حتما این برنامه رو هم ببینید. فراموش نکنید اینستاگرام علامت سوال رو دنبال کنید، همچنین فیسبوک رو و برنامه‌ها رو ببینید و دنبال کنید. سوال دارید، نظر دارید، در طول هفته با ما در میان بگذارید. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.